همونطور که عرض کردم هر در واقع این سری سازوکارها باید از طرف شرکت‌ها رعایت بشه تا وارد بورس بشن. اما هر ارزی یک تقاضایی هم باید داشته باشه. در واقع نهادهای واگذار کننده در واقع این شرکت‌ها باید اون بحث تقاضای در واقع خریدارها رو هم در نظر بگیرن و بحث تقاضای این سهام رو در نظر بگیرن. تقاضا چطور میشه؟ اول اینکه باید اون شرکت‌ها اون شفافیت لازم رو داشته باشن، اون اطلاعات لازم رو داشته باشن و رغبت ایجاد کنن در سهامدارها، امواج عمده یا خرد برای خرید این سهام. و بحث دوم اینه که باید در واقع قسمت اصلا در واقع تقاضای این بازار سرمایه هم باید تقویت بشه. مانند اینکه مثلا فرض کنید که قوانین سرمایه‌گذاری خارجی باید در واقع تسهیل بشه و امکان سرمایه‌گذاری خارجی باید یک کمی سریعتر از به قول روند فعلی باشه و از طرف دیگه هم باید سر بشه که نهادها و ابزارهای مالی جدیدی ایجاد بشه که از این در واقع بشه با استفاده از این نهادها، اهم از قراردادهای آتی، فیوچرها، آپشن‌ها و غیره، بشه که در واقع رغبت‌های بیشتری برای خرید فروش سهام و عرض بخوام سایر ابزارهای مالی ایجاد بشه. و از طرف دیگه دولت باید یک سری سیاست‌های بلند مدت‌تری برای عرضه سهام. حالا ببینید هر شرکتی که واگذار میشه قبلا دولتی بوده، از یک سری یارانه‌ها و از یک سری در واقع حالا کاستی مالیات و غیره بهره مند بوده. اینها طبیعتاً با واگذار به بخش خصوصی باید مشخص بشه وضعیتش. آیا یارانه‌ای که داده خواهد شد حداقل باید یک سیاست ریز 5 ساله و یک سیاست بلند مدت 15 ساله یا 20 ساله باید مشخص بشه که با تغییر دولت‌ها و غیره این سیاست‌ها زیاد دستخوش تغییرات نشه. و عامل بعدی که هست اینی که از به خدمت شریفتون که سعی بکنیم با تبلیغات بیشتر، با در واقع حمایتی که از بورس و سایر نهادهای مالی واگذار کننده انجام میشه، اون رغبت لازم رو در خریدار و در سهامدار ایجاد بکنیم.